سلام دوستای خوب و نازنین، امید که جور سلامت باشین. امروز میخوایم کباب اخته کنم. ایرم خواستم خود دوستای شیر کنم. 3 کیلو گوشت گرفتیم، 3 دانه پیاز گرفتیم، 1 غوز سیر، قدر ادرک، گشنیز خیلی خوشمزه مونه. شما که است جور کنید، خوش شما میه. یم تیکا مساله دیشم که است سیخ مساله که است نزدیک هم کمندازی خیلی خوشمزه میشه. اینجا دوستا که است نزدیک تیکا مساله نصف رو میندازیم. دیگه از این سیخ مساله که است هم یکم میندازم، یا خوب شمیه. اینجا 2 قاشق روغنم میندازم. اینجا دوستا زرچوبه، زیره، مرغ سیارم بختم، گوشتم بختم، پیاز که نقدر زرد شد. زیره خوب سرخ منم داخل لوبیایش رو میندازم، باز سبزی موزش رو میندازم. اینجا هم سبزی رو انداختم دوستا، لوبیا، سبزی، گوشت اینا رو بسم برای 2 ساعت یا 3 ساعت میلم که جوش بخوره، خوب پختار شونه، مزهش برشونه. اینجا دوستای عزیز کبابم شیخ زدیم، به شما هم دعوتین بین. نانم جور شده. خوش آمدین.